کسی منو بیدار نکرده در مدرسه. 6 تا تخم مرغ داریم. خب 2 تاشو میشکنم، 2 تاشو میشکنی، 2 تاشم سرخ میکنم، 2 تاشم سرخ میکنی، 2 تاشم میخورم، 2 تاشم میخوری. چند تا تخم مرغ میمونه؟ علی 50 عدد هندوانه دارد و 60 عدد طالبی میخرد. علی چند عدد میوه دارد؟ بگو. آقا ریاضی تنها جاییه که یک فرد میره 50 تا هندوانه و 60 تا طالبی میخره و هیچ کس بهش نمیگه چرا. ما برگه امتحانی دیروز رو تصحیح کردیم. نه. خب منم تکالیفمو ننوشتم. اما شما دانش آموزا وظیفتونه که تکالیفتون رو انجام بدید. شما وظیفتونه برگه امتحانی ما رو به موقع تصحیح کنید. معلم هک کردی. میدونستی با بتمن چطور باید مقابله کنی؟ نه. صبح خلاف کنی. میخواستم بگم فراموش کردم. چطور مغزمون یادش میاد چیزی رو فراموش کرده ولی اون چیزا رو یادش نمیاد.